سلام دوستان، یه سنگ جدید ژئود عقیقم داره، مقدار خیلی کمی هم ناخالصی جاسپرم درش موجوده. ببینید چه بزرگه، یه کار شیکه. این پشتش مثل لک پشته. این همینجوری اگر توی بیابون پیدا بکنی فکر میکنی یه سنگ معمولیه. ببینید بر میگردی یه برش کوچیک، ببینید لباش همه عقیق سبز داره، داخلش هم که ببینید قندیله. بی‌نظیره، واقعا قشنگه. موفق باشید.